یکی از توجه‌هایی که بیشتر پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامی رحمان در اون پیام خود بحث‌های کشاورزی این از آن شهادت می‌دهد که رهبر دولت نسبت عموم کشاورزان بفرق نیستند. این آن نشان دهنده‌های استحصالی که در سال 2020 عموم مردم کشور دهقانان به دست آوردند، برای همین رهبر دولت پیشنهاد کردند که انداز یگانه با ساحه کشاورزی اندازه‌کنندگان عموم انداز یگانه با مدت 1 سال آزاد کرده شد. انداز یگانه این برای عموم خواجگی‌های دهقانی هستند، خواجگی‌های کشاورزی هستند. تمام عموم که در همین ساحه کشاورزی کار و فعالیت میکنند، عموم با کشاورزی مشغول هستند، از انداز یگانه از 1 ینوار سال 2021 تا 31 دکمبر سال 2021 آزاد هستند. این یگان خیلی چی ندارد، این یگان خیلی به علاقه دستور سپارش‌ها دادن، یگان کس حق و حقوقی طلب کرده گرفتن ندارد. این علاقه گروه‌های کاری ما و شهر و مایه‌ها علاقه سمینارها هست، اینها به مردم رساندگی دادن که عموما یگان کس باید پرداخت نکنند. کسی که پرداخت کردگی باشد، اگر مثلا ما ینوار ما گفتیم کمیته انداز کنم گفتگو کردیم که کسی اگر مبادا پرداخت کردگی باشد دیگر نمود اندازش که این صادر میشه. اگر همیشه اولادها میشود، چون که ما ینوار 26 اعلام شدیم تا 26 بعضی آدم‌ها انداز یگانه سپردیم. اینجا یگان خیلی دودلگیش نیست، همین انداز یگانه آزاد است. انداز یگانه خود کشاورزان میدونن که انداز زمین است. همین انداز یگانه، همین زمین انداز یگانه علاقه یک تا میوری بایش است. 156 تومان برای پخته‌کارها و کمتر از اون که انداز ارزش داشته حسابی پخته میسپارن همین چیکارگی هستند. لیکن موافقی همه رژیم‌های جمهوری تاجیکستان بعضی جاها هست، بعضی ناحیه‌ها مثلا حسابی اون که زمینش حساب کتاب کاری هستند، من زمین بوی و چی بنی اعتراف کردگی هستند، همین فرق رسمی از 200 تومان تا 156 تومان بعضی ها هست، همین آزاد میشه. زمین لازمی است، آبیات چراغ است، آزاد میشه، یگان خود میشه. دیگر نمودی اندازها میسپرند، این انداز اجتماعی بود. همین سهمدار از خواجگی دهقانی بود، هر ماه 10 تومانی یک تا سهمدار باید که انداز اجتماعی سپارد. این انداز میسپرد حتما، این یگانش نیست. انداز هست، انداز ساده کرده شده هست. انداز ساده کرده شده 6% است، همین 6% دهقانان میسپرد آن شخصانی که پخته استحصال میکنند و پختهشان کارکرد صنعتی دارند. همینا 6% دیگه میسپرد. کارتوشکا فروش، گندم فروش یگان خیلی و اونجا باید انداز ساده کرده شده نیست. فقط انداز یگانه آزاد نیست. همین از دیگه یگان چی نیست. و انداز باید چی هست؟ انداز از باید درآمد هست، باید خودش همتون میبرد، باید خواهید بخواهید انداز از درآمد باید میسپرد مثلا موفقی باید میگه روشات چی هست. اینا میسپرد، یگانش نیست. دویم مسئله مرغ است. دوستان گرامی، همین برنامه مجموعه ساحه چهارراه قبول کردن محترم جناب عالی سال 2018 امتیازها برای عموم پیشرفت ساحه پرنده‌پروری قبول کرده شد و حساب همین در جمهوری تاجیکستان یکباره کارخانه‌های پرنده‌پروری امتیازهای اندازی گمرکی دادند. باید وارد نمودن هم تجهیزات، هم مرغ، هم خوراکی که برای پرنده استفاده کرده میشود، همین چیزها آزاد کرده شد. از همین حساب همین امتیازهای حساب گرفته صاحبکاران ما خواجگی‌های عموم دهقانی هستند، کشاورزا هستند، صاحبکارا هستند، صاحبکاری مطلق هستند، صاحبکاری که ما ساحه کشاورزی داخل دارند، لیکن دست دادن همین سمتی پرنده‌پروری ما. امروز همین تعداد از سال 18 گیریم اگر نزدیک ما سرشماری همین بربر ما رو به 2 مرتبه زیاد کردیم. امروز 9 میلیون سر رساندیم. استحصالی سرشماری پرنده. کارخانه پرنده پروری 181 عدد رسانیده شد. کارخانه پرنده پروری هم سمت گوشت و هم سمت تخم. امروز نسبت همین دوره سال گذشته استحصال گوشت به 30,600 تن رسانده شد.
استحصال گوشت حساب کارخانه‌های ما پرنده‌پروری و زیاده از 16,000 تن نسبت سال 2019 واردات گوشت پرنده کاهش شد. امروز سوال پیدا شده است که برای چی همین تخم نرخش قیمت شد. عزیزان گرامی، یکمش این است که ما نزدیک 70% خوراک پرنده از خارج کشور واردیم. ما میخواهیم نمیخواهیم همین اثار وای خارجی تاثیر منفیش میرسونه. همین با نظر داشتیم که امروز این نرخی تو قیمتش دیگه است. من سپارش دادم 3 کارخانه‌های عموما پرنده پروری رفته تحلیل کرده بودم که نرخ اصلی تخم چند درم است، چقدر میشه. همین همش حساب کتاب کرده برام بودن عزیزان گرامی. 1 سومون و 17 درم، 1 سومون و 18 درم میخواد و درست و اون استفاده است. یک دونه باید ایشون اون کم چی است. اکنون برای اون که همین نرخ ما کاهشتیم عزیزان گرامی، ما نقشه چهاربینی کرده هستیم که وارداتی عموما خوراک آمیخته پرنده بایسته ما کاهش دادیم. ایشون چی؟ ایشون عموما موضوع هم کشاورزا با هم خواجگاه دیگران که بیایسته کارخانه پرنده پروری دارن، در اونجا زمین هم دارن. زمین دارن که به استحصال مکه دون هستن، کشتی عموما جوا کشت میکنن، گندمی که برای ما خوراک چارو روانه کرده میشد. همین چیز ما اگر همین کمپوننت هایی که برای عموما چی هست خودی حدود کشور به استحصال کرده نمیشود، همین باید چی سویا شروع سویا هست، کنجوره سویا، همین کنجوره سویا برای زیاد نمودن همون استحصال تو مسئولیتی کم بود. از همه کمپوننتی که مثلا همین بسیارتر خوراکی آمیخته و وارد میکنن همین است، ما از خارج کشور وارد میکنیم. این یک طرفی مثلا. دویم طرفی مثلا ما امروز 983 میلیون دانه سال 2020 ما تخم استحصال کردیم. موافق طلبات‌های فیزیولوژی انسان که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است، امروز باید که هر یک نفوذ جمهوری تاجیکستان 180 دانه تخم استعمال کند. و امروز امکانات‌هایی که امروز تاجیکستان کارخانه پرنده‌پروری و استحصال دیگه هستند 983 میلیون و هر یک نفوذ اهالی جمهوری تاجیکستان ما 106 دانگی ما استحصال کردیم. آینده برای همین تمام مردمی کشور برای همین 180 برساندن نکم از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار ما تخم استحصال کنیم. این هم یکی از عامل‌هایی که هم نرخ چی هست میکنه تاثیرش با دیگر طرفش است. ما اکنون این گفتم در کلاس امروز خواهید نخواهید همین طلبات مردم است. ثانی همین کسری کووید 19 هم خواهید نخواهید همین تاثیرش چی میکند برای ایمنیتیت برداشتن دیگه چی هست خواهید نخواهید همین تاثیرش هست عامل‌های هست که برای همین بازاریابی نرخ چی میکند. من فکر میکنم که امروز همه سوی پرنده پروری که امتیازهای دولتی دادگی هستند 2-3 سال آینده ما تصمیم گرفتیم که به هر یک نفوذ اهالی جمهوری تاجیکستان امروز اگر ما موافق طلبات فیزیولوژی 9 کیلوگرم اگر ما چی استحصال کنیم اگر به هر یک نفوذ اهالی گوشت پرنده استحصال کنیم اگر حاضر اطلاع ما 4.5 کیلوگرم رسیدگی هستیم. همین اگر ما اطلاع 60,000 تن برسانیم اگر ما علاقه از همین دولتی باید واردات کننده و صادرات کننده مدد شدن بر امکانیت ها هست. چون که ما همین در همین مثالی که در تاجیکستان هست همین سوال پیش رفت ما دیدیم که میشود اگر ما توجه کنیم کار کنیم فعالیت کنیم اگر همین سوال پیش برده میشه.